کاری سازمان ملل اوید به بازداشت‌های خودسرانه از حکومت تاجیکستان خواسته است که گنرال 66 ساله زندانی غفور میرزویف معروف به غفور سدای را آزاد کنند. حقوقدانهای بین المللی پس از تحقیق قضیه او گفتند جریان بازداشت و حبس اعلان حکم و مهلت نگهداری میرزویف با نقض فراوان قانونهای تاجیکستان صورت گرفت. سازمان ملل گفته است طبق قانونهای تاجیکستان غفور سدای باید به 15 سال زندان محکوم گردیده هنوز تابستان سال 2019 آزاد میشد. غفور سدای فرمانده سابق گواردی پرزیدنتی و رهبر سابق اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان سال 2004 بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. ولی دادستانی کل و مقامات دیگر تاجیکستان در پاسخ خود به سازمان ملل به درست و مطابق به قانونهای تاجیکستان بودن بازداشت و حبس غفور میرزویف تاکید کردند. خلاصه کارشناسان هنوز روز 15 نوامبر سال 2021 بررسی شده متن آن را نو در سامانه گروه کاری سازمان ملل گذاشتند. در متن خلاصه از جمله آمده است میرزویف 6 آگوست سال 2004 در حال بازداشت شد که از زمان تعیین شدنش به منصب رئیس آژانسی مبارزه با قاچاق مواد مخدر مدت کوتاه گذشته بود. او تا آن زمان از سال 1995 تا 2004 در مقام فرمانده گارد پرزیدنتی و سال 2001-2004 به حیث رئیس کمیته المپیک کار کرده است. دادگاه عالی تاجیکستان 7 ایول سال 2007 حکم دادگاه‌های زینه‌های پایانی را تصدیق کرده او را برای نقض 28 ماده کودکس جنایی از جمله کشتار و گروگانگیری، طمع‌جویی، نگهداری سلاح و مواد ترکنده به حبس ابد محکوم کرد. در پاسخ حکومت تاجیکستان به سازمان ملل گفته شده است که در جریان مرافعه و حقوق میرزویف رعایت شده در همه مرحله های دادگاهی شخصا اشتراک کرد و 4 وکیل از حقوق او دفاع کردند. اما گروه کاری سازمان ملل میگوید مرافعه دادگاهی غفور میرزویف به طور باز برپا نشد در حالی که می توانست برای درک بهتر پرونده و جزئیات آن مدد کند. حکومت تاجیکستان در جواب گفته است قانون شکنی هایی که از جانب میرزویف صادر شدند به دور کارش در مقام های رهبری و سر دولتی ربط از این رو در پشت درهای بسته برگزار گردید. غفور میرزویف در دادگاه گفته است حبس و محکومیتش عادلانه نیست و دارای انگیزه های سیاسی می باشد. محققان سازمان ملل تخمین می کنند که قضیه میرزویف سیاسی است و پشتیبانی احتمالی او از نامزدهای دیگر به مقام پرزیدنتی ربط داشت، ولی هیچگاه دلیل چنین اتهامات جدی به طور آشکارا پیشکش نشده است. میگویند حقوقشناسان بین المللی یکی از تنقیدهای گروه کاری سازمان ملل به مهلت حبس میرزویف و مطابق نبودن آن به قانونهای کشور ربط میگیرد. از جمله تاکید شده است که زمان حبس و اعلان حکم میرزویف به حکم قتل مراتوری اعلان شد، اما حبس ابد که 25 سال زندان را پیش بینی میکرد پایبرجا بود. بر اساس این حسابها و مجموع اتهامات مقامات حقوقشناسان بین المللی به خلاصه آمدند که دادگاه باید او را به 15 سال زندان حبس میکرد و او باید 6 آگوست سال 2019 آزاد میشد. به حساب آنها در صورت تطبیق شدن معیار 25 سال زندان همچون مرادف حکم ابد صحنه آزاد شدن او سال 2029 فرا میرسد. ولی در پاسخ حکومت به سازمان ملل به درست بودن حساب و کتاب‌های مهلت حبس میرزویف تاکید شده است.